دیدم که شیرازی ها خیلی حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارن. چرا؟ چون سعدی میگه برو کار میکن بگو چیست کار، اما حافظ میگه بنشین بر لب جوی و گذر حالش رو ببر. شنیدم که اولین کلید واژه ژاپنی در زبان شیرازی ما هم پیدا شده تحت عنوان کویچی. وقتی یه شیرازی دنبال چیزی میگرده پیدا نمی‌کنه میگه این چیزه کویچی. ژاپنی هم یه بچه شیرازی سوال کردن عمو جون بزرگ بشی میخوای چیکاره بشی؟ گفت میخوام بازنشسته بشم. دکترش از اون اول کرد. شما نگاه کن که همه چیمون میگم داره فهم میکنه باورتون که نمیشه. میگم آهنگ موسیقی قدیم از اشعار حافظ. بعد حالا یه مقدار رفت جلوتر شعرها تغییر کرد چون شعرا به روزتر شدن را از سبک‌های پست مدرن و چی اینا استفاده کرد، اما با اون مفهوم میرسون که این ترانه مضمونش عاشقانه است، عارفانه است، محبت، دوستی، معرفت چی. For example برای مثال دلم مثل دلم خون شبم به خاطر همین است که شاعر دیگه میگه تا شقایق هست خواهر کوچکترش نباید ازدواج کنه چون اول اون باید ازدواج کنه. داستان به اینجا با هم مرتبط میشه. ازدواج چیز عجیب غریبی. میگفت دختره رو کوله پشتی دانشگاهش نوشته بود عاقبت شوهر نکردن، تو دانشگاه درس می‌خوند. دخترها قبلا تا فوق دیپلم می‌خوندن، شوهرها پیدا میشه. الان فوق دکترا میگیره خبر نیست از شوهر. نسل شوهر منقرض شده. خلاصه رفت جلوتر توی آهنگ‌ها شعرها عوض شد. دوست دخترم من نازه، قلبش پر از انصافه. رفت جلوتر افتضاح‌تر شد. دوست دارم کثافت، توف یا دارم قیافت. این شعر این آهنگ یکی دیگه مال قدیم بود. الان معلوم نیست چند تا است که همه دنیا رو نامردا گرفتن، وفا رو از همه دنیا گرفتن. خبر اومد که مجنون رو پریشب پلیسا با 3 تا لیلا گرفتن. چه اوضاع؟ و اما گفتم مجنون که حتی مجنون را گفتن راستی مجنون از لیلی چه خبر؟ دست خوش گم کرد گفت هیچی نگید من الان با شیرین شما نه. آهنگا عوض شد مرکم شیرین عزیز جان یه دقیقه سود نزن من بگم آقا دست با خونه خونه بذار تو حال خودم باشم من نمی باشم. تازه این خوبه شد اون یکی دیگه بیاد بگه آمین توی کتری مثلا آدم باور
هستم دیگه زندگی من جا هستم زندگی من